قطعنامه جنبش زنان آزادیخواه. شب یلدا بلندترین شب سال در سایه بلندترین تاریکی. شب یلدا نماد پیروزی نور بر تاریکی و بخش از هویت کهن فرهنگی مردم افغانستان است. شبی که قرنها با شعر، قصه‌گویی، شاهنامه‌خوانی و گردهمایی‌های خانوادگی گرامی داشته می‌شد. امروز اما این آیین فرهنگی ما مانند بسیاری از ارزش‌های دیگر زیر سایه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های طالبان قرار گرفته و به خاموشی رانده شده است. ما اعضای جنبش زنان آزادیخواه افغانستان امشب آگاهانه و با احساس مسئولیت گرد هم آمده ایم تا از شب یلدا تجلیل کنیم. شبی که طالبان برگزاری آن را ممنوع کردند، اما نتوانستند اراده ما را برای زنده نگه نداشتن فرهنگ و هویتمان خاموش سازند. این گردهمایی نماد ایستادگی زنان در برابر حذف فرهنگی و تعهد ما به پاسداری از میراث‌های دیرینه برای نسل‌های آینده است. ما باور داریم پس از هر شب تاریک صبح روشن در راه است و نور هرگز خاموش نمی‌شود.